از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: الله متعال هر شب بعد از گذشت 2 یا اینکه 3 شب و یا اینکه در دل شب به آسمان دنیا فرود می آید، آنگونه که لایق و کمال اوست و مانند فرود آمدن مخلوقات نمی باشد و می فرماید: من فرمان روایم، کیست که از من بخواهد تا اجابتش کنم؟ کیست که از من درخواست کند تا به او بدهم؟ کیست که از من درخواست آمرزش کند تا او را بیامرزم؟ میگوید این سخنان ادامه پیدا میکند تا وقتی که فجر بیدمد. بله، بهترین دعای مؤمن در تنهایی شب است، برای طلب آمرزش، برای طلب بخشش. دعا در حق پدر و مادر، در حق فرزند و دعا کردن برای مقصدهای دنیایی و آخرت خود. دعا مخصوصا در دل شب از بهترین اعمالی است که بنده را به الله عز و جل نزدیک میکند. دعا بهترین توشه برای آخرت و بزرگترین مراد و مقصود مؤمنان و نیکوکاران به شمار می رود. اگر دعا نبود و اگر طلب و درخواست نبود، بندگی اصلا معنای نداشت. بله، الله متعال به تمام خواسته ها و مقصدهای بندگانش عالم است، اما همین الله مهربان از ما بندگان خواسته است که تا خواسته هایمان را با سوزش دل و اظهار ناتوانی و با اشک چشم به درگاه الله مهربان ابراز کنیم. دعا کلید نجات و کلید رستگاری بنده است. بهترین دعا همان دعایی است که با راز و نیاز و از روی عاجزی و باور داشتن به قبول آن و گمان نیک به الله متعال که از سینه بنده برآید، آن دعا بهترین دعا است. لذت انس با الله مهربان، شیرینی ارتباط و حلاوت تقرب از ذات پاکش و تنهایی شب و خصوصا در حالت سجده لذت دیگری دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: حالتی که بنده به پروردگارش نزدیک تر است حالتی سجده است، پس در آن زیاد دعا کنید. و از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شد: کدام دعا از همه قابل شنیدن و اجابت شدن است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: در میان و آخر شب و پس از نمازهای فرض. بله، بدون عبادت بنده از حمایت، عنایت و رحمت الهی محروم میماند. از همین خاطر باید بنده با تضرع، فروتنی و احساس نیاز از الله متعال طلب کند. همچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: الله متعال دارای صفات حیا و بخشش است. هنگامی که بنده به سوی پروردگارش دستی به دعا می‌بردارد، الله متعال شرم می‌کند که دستان او را ناامیدانه برگرداند. ای برادر و ای خواهری عزیزم، همکنون دست به دعا بردار و از الله طلب بخشش بپرس و مرا نیز در دعایت فراموش نساز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.